صبح امروز نماینده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره رئیس شهر زوهیدزاده دوران عبدالقادر با تعمیر و از نوسازی قطعه راه ماشینگرد اسفره واروخ در حدود جماعت دیهاتی سرخ آغاز بخشید. در احاطه مردم محل رئیس شهر زوهیدزاده دوران عبدالقادر بار دیگر از سیاست سازنده و برای آبادی دیار نگرانیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سروری جناب عالی محترم امام علی رحمان رئیس ولایت سوخت محترم عبدالرحمن قادری و کارهای تا این دم انجام داده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در همجایگی با صاحبکاران ساکنان دیار یادآور گشت. ابراز نمود که در قطار بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و طبابتی، خدمترسانی و سالمگردانی و به این وسیله مهیا نمودن جایهای نوی کاری، بنیاد راهها و تعمیر و ترمیم آنها مدام زیر نظر مقامات اجرایی می باشد. سال 2014 اعلان شدن سال آبادی راهها و سال 2015 همچون ادامه راههای آباد اعلان گردیدن خود دلیل از آن دارد که این مسئله زیر نظر خاصه رهبریت قرار دارد و خرسندی آور است که خود مردم جانبداری اقدام‌های نجیبند و تشبس‌های نیک نشان می‌دهد. مطابق با قرار رئیس ولایت اوید با اعلان شدن سال 2014 سال راههای آباد و همچنین سال 2015 دوام همین برنامه امروز در قلمروی شهر و جماعت‌های دهات یک قطار کارهای نظررس به سالن رسانده شده ایستاده است. از آن جمله امروز قطعه 1 کیلومتری راه حدود جماعت دیهات سرخ منفرش کرده می شود. شما آگاه هستید طریق وسایل اخباری عامه که در مرکزی شهر یک از 3 کیلومتر کوچه به نام باباجان غفورов، روزهای نزدیک کوچه به نام عبدالرحمن جامی زیاد از 1 کیلومتر، در حدود جماعت دیهات نوگلیم نزدیک 2.5 کیلومتر، جماعت دیهات کلکان از 1 کیلومتر، جماعت دیهات خاناباد و شهر کفتاباد نزدیک 1 کیلومتر و در مجموع امروز زیاد از 8 کیلومتر 8.5 کیلومتر راهها منفرش کرده شدند. گذشته از این باید گویم که سهم بسیار نظررس خود ساکنان جماعت دیهات سرخ برای این کارهای بنیادکارانه که ما امروز شاهد آن گرده ایستادیم نظررس است و از فرصت مناسب استفاده برده من پیش از همه منتداری خودم منتداری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر را به همه شمایان میرسانم. این جواب مناسب به سیاست پیشگیری خردمندانه جناب عالی که سیاست بنیادکارانه سازندگی است می باشد و فکر میکنم که سوریان پیشرفت بودند و همین پیشرفتی از دست نمیدهند. سال گذشته ما 1 کیلومتر در تنگی سور راه تعمیر کردیم با دستگیری پیش از همه شخصان سخاوت پیش وسایل و فکر میکنم که همین عنعنه نیک نیست در آینده دوام میشود. اینچنین در این مراسم سردار مؤسسه نظارت دولتی راههای اتومبیلگرد ولایت سوخت برآمد نموده بار دیگر اوید به اقدام‌های در این سمت راه اندازی شده ایستاده در حدود ولایت و نقش مردم محل در این روند حرف زد. به فاتحه نیک مستفیدان نورانی منفرش کنی قطعه راه ماشینگرد اسفره واروخ در حدود جماعت دیهاتی سرخ سر شد. در این روند در حدود جماعت دیهاتی سرخ 1 کیلومتر راه تعمیر اساسی کرده شده، در 5 کیلومتر تعمیر جاری انجام داده می شود. تا این دم باشد در حدود شهر دیهاتی اسفره بیش از 8.5 کیلومتر راهها تعمیر اساسی و از نوسازی کرده شدند و بیش از 75 کیلومتر راهها از تعمیر جاری برآورده شدند. منفرش و تعمیر نمودن راهها موافق نقشه ادامه دارد. امروز ما مردم دهه سرخ در قطار همه مردمان آبادکار وطنمان برای آبادی دیارمان، برای آبادی قشلاق به حشر عمومی برآمده، برای منفرش کردن تعمیر کردن راه همه برابر مستفید یاش همه برابر مهنت کردن. این اقدام نیک راهبریت پرزیدنت محترم امام رحمان و راهبریت ولایت و ناحیه را دستگیری نموده. البته کار آبادانی این کار نیک است برای آنکه هر یک قدمی که برای آبادی گذاشته می شود اجر و ثواب‌ها پاداش‌ها زیاد داده می شود. بنابراین هر سال است که مردم ما به حشر عمومی خلقی برای آبادی مثلا کندنی جو، برای مثلا آباد کردن راه‌ها برابر میبرند، حصه خود را میگذارند. البته من بعد هم ان شاء الله من امید دارم که مردم ما این آبادکاری را دوام دهند و سالهای دور درازنده ده مردم شهر ما ان شاء الله آباد و سرفراز میشه.
هر یک شما را اولا به این کار خیری که دستی یاری دادی شد پروردگار خیر مقدم گفته به همتون صحت سلامتی عمر برای کار که این مردم اهل دیار سوریه ها بسیار به این کارهای خیر از اول کردن و دیگه ان شاء الله باز میکنن که بسیار درک کردن که این کار خیر راه آبادکنی کوپرک سازی مسجد سازی دیگه از جمله کارهای صدقه جاری میشد که بنده از دارالفنا با میرود بعد رفتنش هم نامه ها محکم نمیشود. برای همین بسیار درک کرد ان شاء الله همیشه دستگیری میکنند با آینده ان شاء الله به این کارهای خیر دستگیری خواهد کرد. ما راننده‌های مسافرکش همین خطیر اسفر چارکو نورماتوف کامل جان از همین خلق سور من همین تشبوس همین صاحب کارهای که همین راه من ریموت شو با کلا گرفتیم ما بسیار میندار رحمت به همین ها تشکر که من همین راه همیشه ریموت دوستیان ما از هم میندار رحمت های رحمت به همین خلق سور که دیگه شلوغو دیده همه طرف من حشر ناز کار سودیان رحمت به همین تشکیل کننده همین ریمونت راه در پیگیری از سیاسی پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامالله رحمان و در این زمینه سال 2015 دوم سال راههای آباد اعلان شدند از طرف رئیس ولایت سوق محترم عبدالرحمن قادری و دستور سپارش‌های شهر اسفر محترم زایزاده دوران عبدالقادر امروز منفرش‌کنی راه اساسی اسفر وروخ که در حدود جمهوری ریاست سوق 12 کیلومتر تشکیل می‌دهد این کار حسنی آغاز بخشیدیم. عین حال از طرف اهالی جمعیت دیهاتی سرخ مردم متشکلانه برآمده کارهای تعمیر به جا آورده ایستادند که این روزه نقشه ما 1 کیلومتر تعمیر راههای تعمیر اساسی و باقی مانده 11 کیلومتر آن تعمیر جاری را در بر می‌گیرد. مردم جمعیت دیهاتی سرخ همیشه اقدام‌های نیکی حکومت جمهوری تاجیکستان ولایت سرخ و شهر اسفر را دستگیری می‌نمایند و در این از فرصت مناسب استفاده بوده منتداری خیش را برای توجه خاص دعای کردن شما برای رئیس شهر اسفر محترم زایزاده دوران عبدالقادر برای رئیس ولایت سرخ محترم عبدالرحمن قادری و با ساکنان جمهوری دیهاتی سرخ که به واسطه سهمگذاری کرده این اقدام دستگیری می‌نمایند منتداری خودم را بیان می‌نمایند.